به نام خداوند توانا و دادگر. عنوانی که در این بخش روایت می گردد تأثیر تیمور در افغانستان است. گرچه هجوم و حملات امیر تیمور در افغانستان مقدمتاً سبب ویرانی شهرهای تازه جان گرفتی مملکت گردید، از قبیل حصار اندوان بلخ و شهر پوشنگ و برج باره هرات و شهر توس و شهر جلال آباد و هم معمورترین قسمت غربی مملکت یعنی حوزه هلمند شامل ولایات سیستان و بست و غیره تخریب گردید و همچنین مردان بسیاری در پوشنگ هرات و توس و سیستان کشته شده و کله منارها برپا گردید. مع هذا تسلط تیمور در افغانستان ملوک طوایف و امرای محلی کشور را که به طور مستقل و مجزا از همدیگر فرمان فرمایی کرده و وحدت سیاسی افغانستان را از بین برده بودند منقرض ساخت و یک بار دیگر بعد از 1.5 قرن افغانستان را تابع یک اداره و دولت مرکزی نمود، ولو این مرکز در سمرقند و خارج افغانستان قرار داشت و این دولت به خصوص افغانستان نه بلکه که دولت سرتاسری آسیای وسطا بود. دوم، احیای مجدد دولت گورگانی افغانستان. تیمور 36 نفر اولاد نرینه و من جمله 4 پسر و 32 نفر نواسه با 17 دختر و نواسه دختری داشت. جهانگیر، امیرشیخ، میرانشاه و شهرخ پسران او بودند. پسران بزرگ او در ترکستان و ایران در حیات پدر بمردند. میرانشاه هم بعدها در جنگی که با قرایوسف حاکم آذربایجان نمود کشته شد و تنها شهرخ در افغانستان باقی ماند. از خصایص دولت تیموری یکی این بود که شاهزادگان تیموری دولت شریک پادشاه بودند و هر یک در ماورالنهر و افغانستان و ایران منطقه‌ای در دست داشتند که به شکل نیمه پادشاهی اداره می شد. لذا هر شاهزاده هوای شاهی در سر داشت و همین که فرصت می‌یافت قد علم می‌کرد و دولت را در اختشاش و خانه جنگی قطور می‌ساخت. البته قدرت خود تیمور مانع چنین قیام‌ها بود، ولی بعد از مرگ او این آتش مشتعل گردید تا جایی که پسر پدر را و برادر را از تیغ کشید. این گونه جنگ‌ها مشخصه مجادله فیودال‌های مقتدر با همدیگرشان است. در هر حال همین که تیمور در ساحل سیهون بمرد، هنوز مرده او را به سمرقند منتقل نساخته بودند که امیرزاده سلطان حسین از اردو جدا شد و به سمرقند کشید تا بر تخت شاهی نشیند، در حالی که امرای دربار قبلا میرزا خلیل سلطان نواسه دیگر تیمور را به سلطنت برداشته بود. میرزا پیر محمد نواسه و ولیعهد تیمور همین که از مرگ جد خود مطلع شد با سپاهی از افغانستان به سمرقند کشید تا تاج و تخت را به دست آورد، ولی از سپاه خلیل سلطان شکست خورد و ناکام شد در زمان سلطنت شهرخ. در این میانه شهرخ پسر تیمور و حاکم افغانستان در سال 1404 در هرات اعلان سلطنت نمود. خلیل سلطان در سمرقند و پیر محمد حاکم زابلستان هر دو به شهرخ اظهار انقیاد کردند و بعدها هر دو از بین رفتند، زیرا سران نظامی علیه خلیل سلطان قیام کردند. خلیل سلطان که جوان عیاش و مصرف بود و به عشق زنی به نام شاد ملک گرفتار شد، بعد از نکاح با این زن به اشاره او زنان و سراری امیر تیمور را با اجبار در ازدواج مامورین خود کشید. نظامیان برخاستند و او را از بین بردند. پیر محمد ولیعهد نیز به دست یکی از امرای دربار خود کشته شد و بدین صورت دولت تیموری در افغانستان متمرکز گردید و شهر هرات پایتخت آن قرار گرفت. شاهرخ در سال 1396 از طرف پدر حاکم افغانستان مقرر شده و تا سال 1446 نیم قرن تمام در شهر هرات مستقر بود. او در 1405 میرزا سلطان حسین باقی را در هرات بکشت و میرزا سلیمان شاه را از کلات به فرار مجبور نمود و همچنین ولایت جوزجان را تأمین کرد. در سال 1406 مازندران ایران را بگرفت و شاهزادگان باقی را سرکوب کرد. شاهزادگان خانواده تیموری چون میرزا سکندر، میرزا عمر، میرزا سلطان حسین و میرزا سلیمان شاه و میرزا بایقرا همه متناوباً اسباب دردسر شاهرخ میگرد، مگر شاهرخ با قهر و نرمش همه را مغلوب نمود. در سال 1408 شاهرخ ماورالنهر و سمرقند را گرفته و حکومت آنجا را به میرزا اولوغبیک پسر خود داد. در سال 1409 به غرض الحاق عراق عجم عسکر به ایران سوق نمود.
در سال 1410 به ماورالنهر رفته و شورشیان آنجا را از بین برد. در 1414 به راه مازندران به اصفهان رفت و فارس را فتح کرد. در 1415 ولایت کرمان و در 1419 آذربایجان را گرفت. در سال 1426 احمد هراتی با کارد به شاهرخ حمله کرد و وی را مجروح، ولی زخم کاری نبود و شاهرخ نجات یافت. در 1428 مجددا اسکندر پسر قرایوسف پادشاه سابق آذربایجان را در ایران مغلوب کرد، چنان که قبلا پدرش را در سوقیات خود به گنجه و گرجستان مغلوب نمود. از این به بعد شاهرخ پادشاه کشورهای افغانستان و ماورالنهر و ایران بود و فرصت مفصلی برای استحکام دولت و انکشاف مملکت در دست داشت. در زمان او مردم افغانستان زندگی جدیدی آغاز کردند و به سرعت هرات مروارید شهرهای آسیای وسطی و مرجع علما و هنرمندان گردید، زیرا هرات در عهد پادشاهان کرد بیشتر از 1 قرن مراحل ابتدایی مدنیت را بعد از تخریب چنگیزخان طی کرده و مقدمات یک انکشاف بزرگ را آماده داشت. گوهرشاد زن شاهرخ در آبادی و فضیلت پروری شوهرش را تعقیب می‌نمود. صدور و وزرای شاهرخ نیز روش شاه را پیروی می‌کردند، گرچه اینها در سر حصول مال سر خویش را به باد می‌داد. جلال الدین لطف‌الله، صدرالدین ابراهیم، محمد امین و عبدالحمید قرومی صدور شاهرخ و غیاث الدین سمنانی، سید فخرالدین، خواجه نظام الدین احمد، خواجه غیاث الدین پیر محمد خافی، خواجه سیدی احمد شیرازی، احمد علی و خواجه شمس الدین علی وزرای شاهرخ بودند. قدرت دولت گرگانی در عهد شاهرخ و جایی رسید که می توانست پادشاهی را از مغول دشت قبچاق از تخت فرود آورد و پادشاهی دیگر در جایش نشاند. در هر حال شاهرخ هنگامی که در ایران مشغول سفر بود مریض شد و بالاخره به عمر 72 سالگی در سال 1446 چشم از جهان پوشید. بعداً جسد او از هرات به سمرقند منتقل و در جوار پدرش مدفون گردید. تا روایت عنوان دیگر از کتاب افغانستان در مسیر تاریخ. خدا نگهدار.